جمال الوجود بذكر الإله. در دوستداری پیامبر صلی الله علیه و سلم. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بار بیماری بستری گردیدند. بیماری بدن مبارکشان را خسته و به حرکت ساخته بود. پس ابوبکر خداوند از او راضی باد به خانه آن حضرت صلی الله علیه و سلم بهر عیادت پیامبر خدا آمد. وقت پیامبر خدا را به چنین حال دید، ابوبکر خداوند از او راضی باد خیلی زیاد غمگین گشتند. بعد بازگشت به خانه اشان از غم و اندوه بیماری پیامبر خدا بیمار گردیدند. چون پیامبر خدا از بیماری خود شفا یافتند و شنیدند که ابوبکر بیمار است، به عیادتشان آمدند. چون ابوبکر پیامبر خدا را صحت و سلامت دیدند، خوشحال گردیدند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شفا یافتند و ملاقات آن حضرت ابوبکر را قوت بخشید که به سبب دیدار آن حضرت صحت شدند. ابوبکر خداوند از او راضی باد در وصف این محبت خود نسبت پیامبر خدا به این مضمون شعر گفتند: رفتم که خبر گیرم دوستی بیمار، با دیدن حالشان مریض گشتم و زار. چون دوست شفا یافت و بیامد به درم، از دیدن او مریض گریزان زبرم. بله برادر و خواهر ایمانیم، این بود محبت ابوبکر صدیق، خداوند از او راضی باد، و پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس بیایید به خود سوال کنیم چقدر ما پیامبر را دوست می داریم؟ از خود دیده بیشتر دوست می داریم؟ از فرزندان، از مال، از آن بایگری که ما داریم، از این دیده پیامبر را بیشتر دوست می داریم یا نه؟ پس این سوال را به خود بدهیم و بدانید که کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را بیشتر دوست می دارد، ایمان او کامل تر است. پس با دوست داشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان خود را کامل گردانیم و فراموش نکنیم که دوستداری پیامبر صلی الله علیه و سلم این پیروی آن شخص بودن است. پس حیات خود را با پیروی کردن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آباد گردانیم و این سبب آبادی آخرت ما می گردد که در آنجا حیات ابدی است. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.